درود بر شما. من ویکتوری وایتی هستم و امروز اومدم با یه ویدیو جدید دیگه که همونطور که احتمالاً از تامنیل و تایتل و اینو متوجه شدین، این ویدیو راجع به رج ریت فری فایره. حالا چه رج ریتی که ما قبلا توی شاپ رج ریتمون که داخل تلگرام هستش میفروختیم تا 2 ماه پیش، که از اون موقع به بعد تصمیم گرفتیم که بذاریمش کنار و الان گفتیم که چرا که نه، میایم برای شما به طور رایگان قرارش میدیم داخل آپارات و یوتیوب. برید حسابی کیفش رو ببرید و استفاده کنین و ما رو هم دعا کنین، حتما این کارو بکنین. حالا شاید بپرسین خب اصلا شاپ رج ریت شما چیه؟ شاید ما رو نشناسین الان تو این ویدیو، ولی معمولا اونایی که داخل تلگرام هستن، اون پلیرایی که تلگرام دارن اونجا فعال هستن، اینا ما رو میشناسن که شاپ ما در واقع با اعتمادای شما و با خریدای شما شده معتبرترین شاپ رج ریت و پنل هدشات ایران، که یعنی قبل ما کسی این حرکت رو نزده بود بیاد یه کانال بزنه و اونجا شروع کنه به فروختن و حتی مشتری یوتیوبر یا خارج از ایران داشته باشه. که دیگه شات‌های رضایت ها اونم اونجا هستش، اسکرین شات ها میتونین برین نگاه کنین، چک کنین و اگه دلتون خواست میتونین خرید کنین، که کیفیت اونا خیلی بهتر از این چیزی که میخوام به شما معرفی کنم. اما همین چیزی هم که الان میخوام بهتون معرفی کنم 100% آنتی بنه، یعنی به هیچ وجه اکانت شما نه بن میشه نه میره بلک لیست، که خیلی هم کیفیتش بالاه. و همین الان خب شما میریم ببینیم توی ویدیو که چجوری کار میکنه و حسابی کیفش رو میبرین بعد استفاده. راستی اینم بهتون یادآوری کنم که تایم این محصولی که الان براتون قرار میدیم بستگی به حمایت‌های شما داره، یعنی الان که اینو ما داریم میذاریم تا 1 ماه فعال میمونه و اگه ببینیم از این ویدیو حمایت شده، کامنت بالا، لایک بالا یا اینکه ازش فالوور یا سابسکرایبر بالا اومده، تایمش رو تمدید میکنیم. حرف زدم بس، بریم سراغ تستش. این هم آموزش استفاده است. اگه که فایلش رو خواستین دانلود کنین داخل کانال تلگراممونه که اول ویدیو هم اومد روی صفحه، برید اونجا هستش. اگه سرچ کنین فایل رج ریت میاره براتون و اینکه دیگه رمز و پسوردش هم به همین صورت که داخل ویدیو اونجا قرار دادیم، برید وارد کنین که دیگه برین داخل برنامه. دسترسی فایل رو هم حتما به در واقع برنامه رج ریت بدید و اون دسترسی نمایش داده شدن روی صفحه هم بدید و هنگامی که میگه داخل کانال تلگرام ما عضو بشید، برید داخل کانال تلگرام ما از طریق اون دکمه و اونجا عضو بشید و بعد اون پنل براتون فعال میشه. میتونین گزینه‌هاشو فعال کنین. بعد فعال کردن گزینه‌ها دکمه قرمز رو میزنین، بسته میشه گزینه‌ها. دقت کنین که از کنار صفحه برش ندارید. داخل ویدیو من هایدش کردم، معلوم نیستش، اما اون از کنار صفحه اصلا برش ندارید، بذارید باشه. فری فایرتون هم فرق نمیکنه نسخه معمولی یا مکس باشه، اما بهتره که فری فایر معمولی استفاده کنید.